می‌آفریند. ایران که در یکی از حساس‌ترین نقطه‌های جهان قرار داشته، برخوردگاه تمدن‌ها و ماجراهای بزرگ بوده است. شاید نباشد کشور دیگری چون او که در طی یک دوران 3000 ساله با این همه سرزمین و قوم و تمدن سر و کار یافته باشد که تعدادی از آنها از صفحه روزگار محو شده و برخی دیگر دگرگونی عمیق یافتند. از زمانی که مادها پا بر صحنه سیاسی جهان نهادند تا به امروز ایران همواره در کارگاه زمانه حضور داشته است. زمانی بیشتر، زمانی کمتر، زمانی فرمانروا، زمانی زیردست، ولی هرگز از صف اول تاریخ عقب رانده نشده است. این کتاب رو شرکت سهامی انتشار در سال 1403 در تهران چاپ کرده.